سلام بچه ها، فربافیروز هستم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. این اولین ویدیوی ماینکرافتیمه، ولی حالا از ویدیوی ماینکرافت بیشتر میذارم، ولی این سویوال ول نیست. این یه چیز فرق میکنه. من یه شهری ساختم به نام ستارستان و تو ماینکرافته و یه ماهه که این شهر در حال ساخت و سازه و از کمک شما لازم دارم که هر ویدیویی که تو و وقتی این ویدیو تموم شده تو کامنت ها بنویسین چیزای اضافه کنن تو این شهری که یه ماه ساختن. حالا تا موقع شهر رو نگاه کنین برای خودتون. شب باشه فقط خوبه. چانکام آوردم پایین برای همین یکم بده، ولی ولش کن. مثل یه کشور ستارستان. این مرکز شهره که بعدن چند تا ساختمون دیگه هم میسازم. اینجا هم نقشه مثلا شهرهای کوچیک کشور رو میکنه، مثل ایران که شهرهای کوچیک زیادی داره، مثل اصفهان، شیراز، بجنورد و خیلی شهرهای دیگه. و اینجا هم یه کوه داره که تو جاده خودتون میبینی. من راه برم اینجوری و تو میبینی تو اگر ندون این شه این بالا این معلوم این باکت والدره و این یه دستگاهی که آب شیری که تو آب شیر رو تبدیل میکنه به آب شور رو تبدیل میکنه به آب شیرینی که ما تو واقعیت میخوریم. و حالا بگم این سیستم کجا میره. این آبا از این نکن. من یه لوله ساختم این زیر که باعث بشه از اینجا تا اون رودخونه بشه، یعنی کلا تمام این آبا رو چند تا آب شور رو از این رودخونه ور می‌داریم و یکم صبحش کنم بهتر بشه. نه خب حالا بهتر شد. یه لوله اینجا هست که تمام آبای این رودخونه رو ور می‌داره و میکشونه به خودش و از این کوه میره بالا تا به اینجا برسه و بره و از اینجا بیا بالا و اینجوری بیاد تا همه‌شون جمع بشن تو این تانکره. بعد بیاد نصف میکروبا رو میبره این دستگاه، بعد میره پایین، بعد میره داخل این تونله که سعی کن اسپیکتاتور باشم که بهتر ببینین منظورم یعنی چی. خب حالا بهتر شد. میریم این آبا اینجوری نه آبا از این تانکره میره، از این دستگاهی که نصف میکروبا رو میبره، بعد میاد پایین تا این به این تونله میرسه که همینجوری ادامه میده تا دوباره هم اینجا چند تا دستگاه هم هست که اونم نصف میکروبای دیگر رو میبره که آبای تمیزه که ما همیشه میخوریم و تموم بشه. فقط این چیه؟ چرا باگ شده این؟ ولش کن. و اینجا هم یه اسکرایچر معروفه. اینجا هم یه پارک کوچیکه که این خونه مال توسط داره برای یارو چینی و اینجا هم یه دقیقه مثل چین. یه بچه اگر رفتین اونایی که رفتن چین یه دونه دست هست
میره بالای از یه کوهی یه دستی میاد بیرون، بعد باید از پلا بیای بالا که برسی به آخرش و ویدیوهاشو دیدم. اینم یه مدل دیگه شه ولی هم اسمش فرق میکنه هم مدلش. این یه اسم این هست درخت کجکی، چون یه درخته. و اینجا هم یه صندلی نمیدونم چرا گذاشتم و کنارشم برای یه آپدیت دو این شهر یه جزیره اینجا ساختم که باحال بشه. و تو کامنت ها هم بنویسین چی چیزای دیگه ای اضافه کنن. خیلی جاهای خالی دارم، مثلا اینجا جای خالی دارم که تو کامنت ها بنویسین اونجا چی درست کنم اینجا. و کنار این استیو خیلی سم و دیگه اینم از این. حالا میخوام تمام چیزا رو بهتون بگم. این یه هتله، سعی کن تو جاده برم. خب این دیوار برکیه 3 تا آپارتمان داره که بعدا داخلشون یشون میرم. این یه رستوران 2 طبقه است که این طبقه اولشه وقتایی که سرده بیرون، و این هم طبقه دومه که برای بهار تابستونه، وقتی بهار یا تابستون شده که الانم تابستونه تو ایران. یه مکدونالد زدم، یه استارباکس زدم، با اینکه این اصلا مارک استارباکس نیست ولی تلاشمو کردم. استارباکس 2 طبقه است. بذار داخل رو بهتون نشون. این منیوه، چون ماینکرافت قهوه نداره به جای قهوه شیر گذاشتم که ادای قهوه در بیاره. و اینجا هم حاجقا رو داریم، اینجا هم صندلی داریم که میریم بیرون و میریم سراغ مکدونالد. آره میدونم خیلی کوچیکه. و اگر این دوتا رستوران یا کافه معروف، هر دوتایشون آشپزخونهشون زیرزمینیه. نکن مکدونالد زیرزمینیه و استارباکس هم استارباکس کجا داره؟ خب استارباکس هم اینجاست که بشین. اینجا دستگاه داره و اینجا طبقه بالاشه و یه چیز دیگه هم داره. اگر بعد این یه پلیه که از این شهر میره تو مرکز شهر و اگر از مرکز شهر بیای اینجا یه دونه در اینجا میبینی بین این دوتا کافه، بین استارباکس و مکدونالد که سمت که دقیقا به استارباکسه. و اگر بری در رو باز کنی یه نردمون میبینی که اگر بیری بالای نردمونه آپارتمان میبینی و میری 4 تا هم داره. این یکه، این 2، این 3، این هم 4. و اینجا هم رستورانه رو داریم و اینجا هم یه مال بیرونیه که مثلا اینجا طلا فروشی داره، مثلا ماسک فروشی، چوب فروشی، نمیدونم چرا چون این کلا سنگ و چوبیه، انگار مال روستاست. اینم پشم و اسم این رو یادم رفته، با اینکه من 3 سال ماینکرافت بازی کردم و اینجا هم جای اسپان شدنه، فهمیدی؟ بعدن عوض میکنیم جای اسپان شدن. دقیقا جای اسپان شدن شاید مثل جایی که اسپان میشی تو بروکیون تو روبلاکس. اگر اونایی که روبلاکس بازی کردن و بروکیون بازی کردن میدونن منظورم یعنی چی. و نه اگرم میخوای به این چقدر درخت از بالا زدم اینقدره و بالای اون چیزم بیشتره. و اگر میخوایم بدونی این دوتا چی هن، این یه مترو هواییه که بعداً درست میشه و این هم یه هواپیمای تصادف شده ای که مال روسیه است. و اینجا هم و اگر میگم
کشور دارن پس پرچمش کجا؟ اینم از پرچم. باید بیایم بالا. مردمی که این بالا زدم اسم شهرم ستارستانه، اسم کشور ستارستانه تو ماینکرافت، برای همین یه ستاره گذاشتیم. بیشتر ستاره شبیه یه آدم این یارو چینی چاقایی که دیدین، اسمشو یادم رفت چی بود. حالا میخوام و اونجا هم یه ساعت داریم که شاید بعداً حذفش کنیم چون خیلی بد شده. و اینم یه مال ساختمونی 7 طبقه است. طبقه اول یه لباس فروشی و کفش فروشی، اینجا هم یه یخشال فروشی، اون بالا هم زدم قیمتاشون، و اینجا هم تخت فروشی، تمام رنگای تختا. و برین از این پله به این بالا یه سرویس بداشتین با تمام مغازه های دیگه. و همینجوری بیاین بالا و تا طبقه طبقه چندم، تا طبقه 3 برسین. هنوز طبقه 2 و 3 درست نکرد، فقط طبقه اول رو درست کنه. و اینجا نمیدونم این برای چیه، چون وقتی میخواستم ایده این ساختمونه رو بسازم تو چند وقت قبل، میخواستم یه دایره بشه مثل اون ساختمونی که تو اکسم سیتی کپی میخواستم کنم، ولی یکم بد میشون، برای همین عوضش کردم به این. و طبقه بالا هم یه سوراخ میذارم که این آخر اون چی میگن مترو هوایی. و اینم یه ساختمون دیگه ای که خیلی بزرگتر از اینه، مثل اونایی که مشهدیان میدونن این ساختمون به ساختمون میخواد شبیه چی بشه. این یه مدلی است آرمیتاژ میشه. بله، همون ساختمونی که پارکینگ داره، کافه داره، مغازه داره، چی میگم، شهر بازی داره. اونایی که مشهدیان میدونن منظورم یعنی چی. و دیگه فکر کنم همیناست دیگه. و نه تنها چیزایی که درست کردم. بیا بالاتر، خیلی چیز مونده. اینجا هم یه آبشاره، اینجا هم یه تنتی برای خوشگلی. و اگر از این پل بیایم پایین یه گلخونه میبینی که وقتی چی میگم، وقتی سرور ران شد یه آدمی بیا شغل بگیره برای گل فروشی. ندام چون یه گل اینجا کم داره ولی بعدا درستش میگم. اینجا یه رودخونه اینجوریه. و برین اگر ویدیو چند ثانیه ببرین قبل که من در مورد این آبشار میگفتم، شما یه چیز قهوه اونجا میبینین که میخوام بهتون بگم اون چه. این یکم داستانش ناراحت کننده است. و اینجا هم یه قبر کنار خونه. حالا بگم این قبر کیه؟ نکن اسمش ستایش. بله، پشتش هم یه علامت زدم، دوست فربود بیست فرند. بله، فربود بیست فرند گان، بهترین دوست فربود رفت. بله، 2 سال پیش حالا بذار داستانم بگم چرا این چیه. این که واقعا ناراحت میکنه برای بعضیاتون. این یکی از دوستامه که اسمش ستایشه و واقعا تو دنیای واقعیت مرده و همسن 8 سالش بود. یه سال از من کمتر بود. بعد به خاطر یه مریضی آخرین باری که دیدمش 2 سال پیش بود، وقتی کلاس اول بودم و تابستونم بود. و یکی از دوستای دیگه من با ستایشم بودیم، ستایمون بازی میکردیم تا چند روز
بعد از اون مهمونی ستایش از یه مریض یه بار بعد چند روز بعد از اون مهمونی ستایش قش کرد. بعد رفته تو بیمارستان و یه ماه تو بیمارستان مرده تا یه ویروسی تو یه مریضی گرفته که باعث مرده. و برای همین یه قبل برای تو ماینکرافت گذاشتم که یادگاری بگیره و به خدا از این مریضی که یکی از دوستامو کشی متنفرم. می‌خواستم دوستامو برمیگردون. کاش دوستم برمیگشت، اونم بهترین دوستم بود. جزی از اون دومین دوستم بود که یکی از و ستایش یکی از دختر و ستایش هم دختر خاله من بود. بله، ستایش همون دختری که داستان غمگینشو بهتون گفتم همین یه چند ثانیه پیش، دختر خالم بود. و خودم هم خیلی ناراحتم که چرا باید یکی از دوستان بمیره و امیدوار. و یه چیز دیگه هم بهتون نشون ندادم. مدرسه آقای حسینی بیان داخل 4 تا کلاس دارن. کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس چهارم. و فکر نکنیم مثلا این مدرسه کلا برای کلاس اولی هست. این تابلو زد کلاس اول. این کلاس برای کلاس اولی هست، این برای کلاس دومی هست، اینم برای کلاس سومی هست. کسایی که کلاس سومه و اینا هم برای کلاس چهارم. و همیشه هم یه مدرسه مدیر داره که گفتم این مدرسه اسمش مدرسه آقای حسینیه و مدیر این مدرسه هم آقای حسینیه که دفترش زیر زمینه، یعنی از این پلا میایم پایین. حالا تو نسخه آینده تر من یه شهر بازی یه جای کوچولو میذارم که بچه ها بیان بازی کنن وقتی زنگ تفریح. هر کلاس هم مثل همه ولی کوچیکتر و بزرگتر. آهنگ اصلا ماینکرافت. حالا ولش کن، بذار دفتر مدیر بهتون نشون. اینجا یه چای خانه دارین، یه دشویی، یه سرویس بهداشتی دارین که یه توالت و دستمال کلیکسی و که اینجا توالت، اینجا هم دشویی بود. اینجا هم داخل چایخانه. هر مدرسه فکر کنم میدونین اونایی که مدرسهشون زیر، یعنی دفتر مدیرشون زیر زمینه، فکر کنم بعضی مدرسه چایخانه داره و میدونین اون چرا مدرسه چایخانه داره که نمیخوام بگم. برای اونایی که ندونن چایخانه برای مدرسه، اونایی که ندونن چایخانه چرا تو مدرسه هسته، اینی که هر وقت مدیر گرسنه شد و چیزی نیاورده، یه کسی یه نظافتچی براشون یه چایی یه چیزی درست کنی که گرسنه‌شون برطرف بره و چند تا برنامه داشته باشن. و اینجا هم 2 تا صندلی که این صندلی و میز مدیره و اینم صندلی کسی که کار بدی کرد تو این مدرسه. و این فکر کنم امیدوارم از این شهر خوشتون بیاد و از 10 هم تو کامنتا بنویسید از 10 به این شهر چند میدین. و اگر ما خواین چیزی تو این شهر هم اضافه کنن تو کامنت ها بنویسین یا خودم برنامه ریزی میکنم که بزنم. فهمیدین؟ همین تو کامنت ها باید بنویسین چیزای دیگه اضافه کنن تو این شهر و چیزای اضافه کنن به این ساختمون ها. مثلا تو این مدرسه یه جایی بذارم که وقتی بچه زنگ تفریح شدن بذارم و
فکر کنیم و بچه ها خودتونم دیدین دیگه یه مقدار کم گذاشتم و بچه ها هم کاری ندارین و امیدوارم خوشتون اومده باشه از این شهر و کانالم دنبال کنین و لایک کنین و کامنت بذارین که 1000 بار گفتم کامنت کنین برای چی و کاری ندارین. فعلا خداحافظ.